السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چیزی که در تگ این سبتی که برای طمع کردن یعنی که قناعت کردن نوشته هستند و پرسیده هستند که ما حالت ضرور می شود قرض می پرسیم یکم نفر به خاطر در غریبی هستیم و میخوایم که به پدر و مادر پول بفرستونیم یا اینکه دیگر حالت های ضرور می شود آیا قرض پرسیدن جایز است یا نه و قرض پرسیدن از طلبیدن چی فرق دارد؟ اینها فرقی کلان دارند. قرض پرسیدن در حالت ضرورت یگان باکی ندارد، این در طمع نمی دروید. به همون خاطر به همون سبب قرض دادن یکی از درجه های بلند دارد که چقدر که صدقه کردن ثواب دارد با قرض دادن ثوابش زیادتر است. وقتی چون که اون انسان ضرور هست وقتی قرض میپرسه اون طمع نکردی است. انسان قرضگیر آبروش پایمال نمی شود و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله قرض گرفتگی هستند، حتی از غیر دین ها قرض گرفتگی هستند. در حدیث صحیح ثابت شده است که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله حتی شتر قرض گرفتگی هستند. و دیگر که هست درباره قرضگیری قول ها زیاد هست. جواب همین است که قرض گرفتن در حالت ضرورت این در طمع نمی دارد، هیچ باکی ندارد. به خاطر که شما از اون نطلبید هستین، فقط قرض موقتی گرفته هستین حالت ضرورتان دا و دیگر که از دوباره رو برمیگردونید. به همون سبب در قرضگیری یکم گناهکار نمی شود نفر. یک نفر مثلا که قرض می طلبد قرض می گیرد این در طمع نمی دارد. این در مثلا که پرسیدن و در این چیزها بگن تحت همون بدی همون بگیم طمع ده باشد این خیلی حساب نمیخورد. و همون خاطر به این بنده خدا جواب میگیم که در حالت ضرورت باشید شما میتونید که قرض بگیرید بر خانواده‌تون بفرستونین، یگام گناهی نیست است، این در تحت طمع نیست است که شما مثلا از این چیز خوف داشته باشین. اما طمع کردن که از شما وقتی که میپرسین و طلب میکنین دیون باره که از اون برگرداندنی نیست شما. همین مقصد هست. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میگه همچنان که بنده میپرسد روز قیامت میخیزد که در روش یگام گوشت ماندگی نیست، اینی که میخیزد روی اون بگم بسیار روی بد است. اما در قرض گرفتن این طور نیست. از حدیث های صحیح ثابت میشد که قرض گرفتن جایز بوده است. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.